سلام به همه مامان باباهای عزیز. من فاطمه هستم و خوشحالم که این فرصت رو دارم تا با شما صحبت کنم. شاید شما هم مثل خیلی از مامان باباهای دیگه دغدغه اینو داشته باشید که فرزندتون از همون کودکی زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره. شاید توی نگاه اول کمی عجیب یا دور از ذهن باشه. آموزش زبان انگلیسی به نوزادان و کودکان خردسال. ولی میخوام با استناد به اصول علمی و تجربیات شخصی خودم توضیح بدم که چرا این روش نه تنها شدنیه بلکه فوق‌العاده مؤثر و طبیعیه. مغز نوزاد آمادگی فوق‌العاده‌ای برای یادگیری داره. یعنی مثل یه اسفنجه، هر چیزی رو که توی محیط میبینه و میشنوه جذب میکنه. نوزادا موقع تولد هیچ زبان خاصی ندارن و مغزشون به گونه‌ای طراحی شده که بتونه هر زبانی یا حتی چند زبان رو به طور همزمان یاد بگیره. یعنی به تدریج با تکرار کلمات و شنیدن زبان والدین مغزش الگوهای صوتی و زبانی رو شناسایی میکنه و این پایه‌ای میشه برای یادگیری زبان. بیاین به زبان مادری خودمون نگاه کنیم. وقتی یه مادر با نوزادش صحبت میکنه، کودک در ابتدا حرفای مادر رو متوجه نمیشه، نمیتونه جواب بده، اما گوش میده و میشنوه. کم کم صداها براش آشنا میشن، کلمات توی مغزش ذخیره میشه و زمانی که آمادگی داشته باشه شروع به صحبت کردن میکنه. حالا همین اتفاق میتونه با زبان انگلیسی و زبانهای دیگه هم بیفته. اگه شما از همون ابتدا علاوه بر زبان مادری به زبان انگلیسی هم با کودکتون صحبت کنید، گوش اون به این زبان عادت میکنه و وقتی به سن حرف زدن برسه به راحتی میتونه به هر دو زبان صحبت کنه.